رحیم، با سلام، درود، احترام خدمت شما بینندگان رسانه تحول در یکی دیگر از برنامه‌های این رسانه خوش آمدید. دوستان گرامی، اگر می‌خواهید تمام برنامه‌های ما را بیننده باشید، لطفاً چینل و کانال ما را لایک و سابسکرایب نمایید. ما در ویدیوهای قبلی راجع به کلاهبرداری‌های شرکت‌های هرمی و شرکت‌هایی که به شکل پانزی فعالیت می‌کنه توضیحات دادیم. حتی به لحاظ حقوقی یک سلسله موضوعات حقوقی را بیان کردم که این سوال مطرح می شود: چرا مردم افغانستان را چنین شرکت ها فریب می دهد؟ چرا پول های هنگفت را از جامعه افغانستان و از فقیرترین مردم افغانستان این شرکت ها کلاهبرداری میکنه و بیشترین مردم را در جامعه افغانستان به دام می اندازد؟ این موضوعات را با علما، اساتید دانشگاه و فعالین جامعه مدنی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما می‌خواهیم که در این موضوع صحبت کنیم که ماهیت از این چی است، حقیقت اینها چی هست. در کل نحوه سازوکار یا نحوه عملکرد شرکت‌های کلاهبرداری به این قسم است که به شکل هرمی عمل میکنه. اینا به این معنی که در رأس هرم صرف یک نفر قرار داره یا یک نفر نشسته است. هر قدر از رأس هرم به طرف قاعده هرم ما حرکت کنیم، وسعت هرم گسترش پیدا میکنه. و عین قسم شرکت های کلاهبرداری همین قسم است. در رأسشان یک فرد سرمایه گذار اولیه قرار داره و این فرد کوشش میکنه که از طریق زیر مجموعه اعضای خود را زیاد بسازه تا اینکه به شکل یک هرم هر قدر پایین به رأس هرم به قاعده هرم نزدیک شویم تعداد زیر مجموعه هاشون زیاد شوند. خب اشکال مختلفی از نوع شرکت های هرمی یا کلاهبرداری وجود داره. در اوایل شرکت های در کابل بودن که دفترهای حضوری داشتن، نمایندگی ها داشتن و تبلیغات گسترده داشتن. میخواستن از این طریق مردم ها را میطلبیدن و تبلیغات های خود انجام میدادن و مردم را به می دام به می شرکت کلاهبرداری میکشیدن. اما در این اواخر نحوه شکل از اینها تغییر کردن. اینها در این اواخر قسم وارد بازار افغانستان شدن که بدون دفتر فیزیکی یا بدون آدرس فیزیکی افراد را جذب میکردن، در بدل از اینکه ما در بدل سرمایه گذاری اندک شما پولهای زیاد را خدمت شما به شما پس میتیم یا به شما برمیگردانیم. با توجه به بیان نحوه کارکرد از شرکت های هرمی، اینا به انواع مختلف تشکیل شده که به صورت عموم در افغانستان دو نوع از اینها ظهور کردن. یک نوع از اینها به شکل حضوری ظهور کردن و یک قسمت دیگه به شکل غیر حضوری. شرکت هایی که به شکل حضوری قبلا حضور داشتن مانند شرکت های گلکویست، شرکت های رای ابریشم و شرکت های کیونیت که اینا آدرس حضوری داشتن و حضورا مردم را به دفتر خود میطلبیدن و تبلیغات گسترده را انجام میدادن تا اینکه مردم سرمایه گذاری بکنن و در بدل سرمایه گذاریشان پولهای زیادی را در مدت زمان کم دریافت بکنن. نوع دومی که خطرناکتر از نوع اولشان هستند قسمی هستند که اینها هیچ آدرس فیزیکی یا حضوری ندارند و اینها معمولا از طریق شبکه‌های اینترنتی یا از طریق سایت‌های اینترنتی کار میکنن و هیچ گونه تضمینی برای بازگشت سرمایه گذار ندارند، مانند شرکت‌های کلاهبرداری میتامکس، فورکس، اپکس و همچنان توماس که در اواخر تعداد قربانی از همین دام شد. این کلاهبرداری و قربانی هایی که در شرکت توماس میبینه که اعضای خانواده همدیگر را قربانی کردن. مثلا پسر رفتن شامل شرکت توماس شدن، بعد آمدن برادر خود را تشویق کردن، خواهر خود را تشویق کردن و همه قسم مثلا پدر خود را تشویق کردن و کسان دیگر. دختر رفتن شامل این شرکت شدن، بعد عمه خود را، خاله خود، خواهران خودش را، دختر همسایه خود، همین قسم مثلا تشویق کردن، آوردن وارد این شرکت نمودن. اما برای از اینکه ما مفصل این موضوع را بفهمیم و خوب آگاهی دقیق داده شود، اینجا می‌خوایم به صورت موردوار همراه اساتید و فعالین مدنی، علما، مورد به مورد این مسائل را مورد بحث و بررسی قرار بدهم. یکی از دلایلی که مردم افغانستان بیشتر قربانی چنین شرکت‌ها می‌شود این هست که مردم افغانستان نیاز شدیدی به پول دارد. از طرف دیگر ما ببینیم که این مردم افغانستان علیرغم اینکه نیاز شدیدی به پول داره،
اینها امیدوار به یک رشد سریع هست که ما چی کار کنیم که بسیار رشد کنیم، بسیار زود به اصطلاح به ثروت برسیم، به اقتصاد برسیم. و اینها هم تبلیغات گوناگونی میکنه که شما مثلا با $500 خود به زودترین وقت سرمایه دار میشید، یا $1000 که به اصطلاح شما به این سرمایه گذاری کنید بهترین سرمایه دار میشید و حتی کار هم نکنید، در خانه خود باشید. افرادی که گرفتاری یا در دام برنامه‌های کلاهبرداری میشه به 3 دسته تقسیم میشه. یک دسته کسایی است، جوانانی است که بیکار است، از روی بیکاری مجبوریت وادار میشه که در دام این شرکت‌های کلاهبرداری گرفتار شده و بره. یک دسته هم کسایی است که آگاهی نداره، عدم آگاهی باعث میشه که به دام همچون شرکت‌های کلاهبردار بیفته. و یک دسته دیگه هم است که جمع پولدار است، یعنی سرمایه دار است. اینا آگاهانه یا غیر آگاهانه بگم که به دام میزی شرکت‌های کلاهبرداری گرفتار میشه، یعنی به میندازه پیسه خره، مثلا تواناییش را داره، اگر پیسه ما میگه اضافه شد اضافه میشه، اگر رفتم بره کدام فشار سر از اینا نمیه. این به 3 دست تقسیم. با توجه به صحبت‌هایی که از دوستان ما شنیدید و خیلی قشنگ هم صحبت کردن، من میخوایم یک نکته را اشاره کنم. اون نکته ای هستند برادران، خواهران و بینندگان گرامی که مرا میبینید و صدای مرا میشنوید، یک توصیه بسیار کوچکانه برای شما دارم. این هست که فریب چنین تبلیغات شرکت‌های هرمی و کلاهبرداری را نخورید. یکی. دومی که شما اگر مثلا نیاز شدید دارید و دنبال پول هستید که پول پیدا کنید و حداقل یک مقدار فکر کنید. در هر جای، هر در را وقتی زدید یک مقدار به اصطلاح فکر کنید که ما پول خود را به اصطلاح به اینها میاندازیم، بعد سرنوشت این پول چی میشه. و نکته دیگری که میخوایم اشاره کنم دوستان گرامی هستند که ما اگر بخوایم به رشد اقتصادی برسیم، پول هنگفت ما به دست بیاریم، بدون زحمت و تلاش امکان نداره. کسانی که ثروتمند میشه، کسانی که پیسه دار میشه، اینها کسانی هستند که یک، از فکر خود استفاده میکنه، طرح مشخصی در زندگی خصوصا در حوزه اقتصاد داره، و سوم این که زحمت شبانه روزی به صورت مستمر انجام میده، شکست ها را قبول میکنه، پشت کار داره، کم کم میرسه و انتظار سود زیاد هم نداره، کم کم پیش میره تا اینکه رشد میکنه. اما ما چی انتظار داریم؟ ما انتظاری داریم که ما قرار در خانه خود بخوابیم و بعد از اون مثلا هزاران دلار به جیب ما بیاد و بعد مفت به اصطلاح ما مردم پیسه بده. این کار نمیشه. زمان ما میتونیم به ثروت برسیم که یک مقدار زحمت بکشیم، تلاش کنیم. همین دلیلی که وجود داره که بیشتر جوانان و مردم افغانستان به دام چنین کلاهبرداران و شرکت‌های هرمی قرار میگیرن نبود شغل است، که متاسفانه بسیاری از جوانانی که در افغانستان هست بیکار هست. وقتی بیکار بود اینا تلاش میکنه که هر جای یک راه را برای خود پیدا کنه و هر در را یک دفعه بزنه. با توجه به صحبت‌هایی که شما از دوستای ما شنیدید، ما میخوایم یک نکته را اشاره کنم به عنوان یک پیام برای جوانان گرامی. گرچه مشکلات در افغانستان هست، گرچه مشکلات بیکاری هست، گرچه نارسایی ها در افغانستان وجود دارد، گرچه نیازهای مردم، مشکلات مردم شنیده نمیشه، ولی باز هم ما برای جوانان میخوایم که این نکته را بیان کنیم که ما باید هر کار را انجام میدیم باید یک مقدار از مغز خود استفاده کنیم، از فکر خود استفاده کنیم، در هر جای پول خود را نیندازیم و حداقل دنبالی باشیم که ما خود را از این وضعیت بد بیکاری نجات بدهیم، ولی معقولانه و یک مقدار فکر کنیم در اصل. اگر فکر نکنیم ما گرفتار چنین مشکلات خواهیم شد. سومین دلیلی که وجود داره که چرا اینها فعالیت میکنه در جامعه افغانستان این هستند که مردم از آگاهی های حقوقی کمتر برخوردار هست. مردم کمتر آگاهی حقوقی داره، جوانان آگاهی حقوقی نداره. یکی از مسائلی که بسیار مهم هستی هستند که ما در یک جایی که وقتی پول خود را واریز میکنیم، پول خود را به اصطلاح در اونجا میاندازیم، سرمایه گذاری میکنیم، حداقل ما بفهمیم که آیا تضمین های حقوقی برای ما وجود داره یا نداره. همین شرکت ثبت راجستر هستن یا نه هستن؟ آیا این شرکت تضمین در حکومت داره یا نداره؟
آیا افراد تضمین داره یا نداره؟ آیا آدرس داره یا نداره؟ آیا اگر همین شرکت کلاهبرداری کنه و ما را فریب بده دست ما به لحاظ حقوقی میرسه به اون یا نمیرسه؟ اما متاسفانه مردم افغانستان این آگاهی های حقوقی رو نداره. وقتی این آگاهی های حقوقی رو نداشتن میبینیم که قربانی کلاهبرداری ها و فریبکاری های چنین شرکت ها میشه. دلیل چهارمی که میتونم اشاره کنم به شما که مردم افغانستان بیشتر در دار چنین شرکت ها میفته یه هستن که در حقیقت اعتماد زیاد به دوستان خود داره. اعتماد داشتن، باور داشتن به دوستان خیلی خوب هست. در زندگی اجتماعی ما یکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی یه هستن که ما اعتماد به دیگران داشته باشیم، به پدر خود، به مادر خود، به خواهر خود، به دوست خود، اقارب خود و کسانی که ما حول ما زندگی میکنه ما یک مقدار اعتماد داشته باشیم، دوست داشته باشیم، باور داشته باشیم. اما این قسم نباشد که هر کسی که به اصطلاح آمد مثلا ما به او اعتماد کنیم، حتی نزدیکترین آدمی که به تو هستن و دوست نزدیک شما هستن زمان یک پیشنهاد رو میده روش فکر کن، حتی اعتماد به اون نکن، با نگاه شک نگاه کن، ببین که آیا همین پیشنهادی که به من میدهد آیا به نفع من هست یا به نفع من نیستن. آیا مثلا ما را که در یک جای میبره همین کار به اصطلاح به نفع ما هست نبرم یا که به نفع ما نیستن، ولو که دوستتان هست، برادرتان هست، خواهرتان هست یا مثلا اقارب دیگرتان هست، هر کسی که باشد با نگاه شک بنگر و به اصطلاح همون پیشنهادش را در منافع خود سنجش کو آیا به منفعت تو هست یا به منفعت تو نیست. خیلی موارد هست که آدم را دوست دارم فریب میده، نزدیکترین آدم به اصطلاح آدم را فریب میده، یا به عبارت بگم که بعضی دوستان هستن که از پشت خنجر میزنن. میخوایم یک نکته را اشاره کنم، اون نکته ای هستن به جوانان و کسانی که دوستان خود را فریب میدهد. این هست که دوستان گرامی، ما در زندگی خود نامرد نباشیم. ما در زندگی خود دیگران را اگر فریب دادیم دوست خود را، اقارب خود را، خانواده خود را، برادر خود را، خواهر خود را فریب ندیم. این بدور از انصاف هست، این بدور از شخصیت انسان هست که به مثلا انسان از اعتماد دوست خود، خانواده خود، برادر خود استفاده کنه تا اینکه ببره او را به اصطلاح به دام یک کلاهبردار بیاندازه، پول او را ببره به اصطلاح به جیب دوست بیاندازه، سرمایه او را به اصطلاح دزدی کنه ببره، فریب بدهد. این رسمی دوستی نیست. اما در آخر میخوایم یک نکته را برای شما بیان کنم. اون نکته ای هستم برادران، خواهران گرامی، جوانان، مردمی که ما را میبینید و کسانی که بیننده ما هستید، یه هست که شرکت توماسی که بیش از 90 میلیون دلار شما را دزدیدن و بردن، ایش اولین شرکت نیست و آخرین شرکت هم نخواهد بود. همین شرکت توماس، همین آدم هایی که همین شرکت توماس رو مدیریت میکرد شاید به نام های دیگر پیدا شود، به نام های مختلفی به اصطلاح ظهور کند در گوشه گوشه افغانستان، در ولایات مختلف، در کابل که شما را فریب بده. هوش کنید فریب نخورید، هیچگاه فریب نخورید. انسان عاقل انسان هستند که منافع خود را میسنجه و هر جای میره با فکر میره. همین که در روایت میگه 1 ساعت فکر کردن برابر است با 1000 ساعت عبادت، معنیش همین است دیگه. انسان حتی عبادتی که کنه به اصطلاح عبادتی که بدون فکر کنه ارزش و ثواب اونچنانی نداره. لذا در حوزه اقتصاد و موضوعات اجتماعی هوشیار باشید، آگاه باشید.